گفتی که الان تو کار ساخت خونه‌های پیش ساخته ای توی اونتاریو، یه ذره برامون صحبت کن ببینیم اون چیه. 14 سالم بود روم نمیشد پدرم میگم پول تجاری بده و بیزینسمنی رو استارت زدم. اولین ساختمون 7 طبقه شرق تهرانی که خودم ساختم، کار بتونش هم بچه‌های خودمون، شرکت خودم بودن. 150 تا کارگر و کارمند داری توی یه اوقاتی از سال. این یه گیفتی که خدا داده که آدما میتونن کاری بکنن انجام بدن. خودم آسانسور ساختم سر سال. واو. و یکی از زیباترین آسانسورها و پرقدرت‌ترین آسانسور کره زمین رو ساختم. من فکر می‌کنم فقط شانس توی لاتاری باید پیداش کردش. تو بقیه زندگی شانس به حرکت، به پشت کار. من اینو یاد گرفتم، خدا میگه از تو حرکت، هر موقع من دوست داشتم برکت. سومیش که به صورت خیلی کامل به همه تو دنیا میگم کویت نکنید، پرقدرت برین جلو، بسازید. همیشه میگن زندگی دو با مانع است، باید مانع‌ها رو پرید و موفق شد. خارجی‌ها میگن که مهم نیست که چند بار زمین می‌خوری، مهم اینه که وقتی خواستی بلند شی چقدر طول می‌کشه از اونجا بلند شی و حرکت کنی. چیزی به نام دیپرسی و استادن تو دستور کار من به خدا نیستش.